از زمان امپراتوری روم یه جمله معروف باقی مونده که میگه به مردم نون سیرک بدی. اما این فقط یه شعار ساده نیست. معنیش این بود که وقتی اوضاع مملکت به هم میریزه، گرونی، بحران یا جنگ زندگی مردم رو سخت میکنه، حاکما باید دو چیز رو به ملت بدن: یه چیزی که شکمشون رو سیر کنه و یه چیزی که ذهنشون رو مشغول نگه داره. نون برای شکم و سیرک برای حواس پرتی. و وقتی مردم سرگرم باشن کمتر به این فکر میکنن که پشت پرده چه خبره. سلام، من پویا هستم و اینجا جاییه که با هم پشت پرده فوتبال سیاست رو میخوام توی این ویدیو بررسی کنیم. امروز میخوام یه داستان عجیب و واقعی رو باهاتون به اشتراک بذارم. داستانی که نشون میده فوتبال همیشه فقط یه بازی نبوده. از روم باستان تا دیکتاتورهای قرن 20 و حتی امروزه این فرمول هیچ وقت تغییر نکرده. فقط ابزاراش مدرن‌تر شدن. ما امروز سرگرم تماشای برنامه‌هایی مثل عشق ابدی هستیم، یا اینکه داریم بازی فوتبال رو تماشا میکنیم و غرق اون شدیم، ولی پشت این سرگرمی‌ها قصه‌ای است که به ندرت کسی جرأت تعریف کردنش رو داره. پس اگه آماده‌ای بزن ببینیم چطور فوتبال به خطرناکترین اسلحه دیکتاتورها تبدیل شد. و راستی اگه تازه به اینجا رسیدی حتما کانال رو سابسکرایب کن که ماجراهای بعدی رو از دست ندی. امروزه 1000 خورده سال از زمان امپراتوری روم میگذره. اون سیک جای خودش رو به استادیوم‌های عظیم و پرزرق و برق داده. فوتبال ورزشی که میتونه امید بده، قهرمانی بیاره، اشک و لبخند رو با هم قاطی کنه، میتونه یه ملت رو متحد نگه داره، میتونه به دست سیاستمدارا و دیکتاتورها تبدیل به خطرناکترین ابزار برای کنترل ذهن میلیون‌ها نفر بشه. یه بازی فوتبال میتونه یه شهر رو به جشن بکشونه، یا حتی یک کشور رو مثل اتفاقی که تو سال 2022 در بلژیک رخ داد به مرز شورش برسونه. حالا تصور کن این قدرت توی دست یه حاکم مستبد قرار بگیره. وقتی به تاریخ نگاه میکنیم یکی از اولین و برجسته ترین مثالها ایتالیای فاشیست به رهبری موسولینیه. جام جهانی 1934 در ایتالیا برگزار شد و موسولینی خیلی زود فهمید فوتبال فقط یه ورزش نیست، بلکه یک ابزار تبلیغاتی قدرتمند هم میتونه باشه. او از فوتبال استفاده کرد تا تصویر ایتالیا رو به عنوان یک قدرت جهانی نشون بده. حتی گفته میشه قبل از بازی‌ها موسولینی شخصاً با داوران جلسه داشت تا مطمئن بشه تیم ملی ایتالیا برنده میشه. و وقتی ایتالیا قهرمان شد، اون قهرمانی نه فقط یه جام برای ملت، بلکه پیروزی ایدئولوژی فاشیسم برای موسولینی بود. کمی بعد در آلمان هیتلر از ورزش به شکل عمیق‌تری استفاده کرد. اگرچه تمرکز اصلیش روی المپیک بود، اما فوتبال هم بخشی از ماشین تبلیغاتی رایش سوم بود. او از تیم ملی آلمان به عنوان سمبل برتری نژاد آریایی استفاده می‌کرد. با این حال تاریخ همیشه با سیاستمدارا همکاری نمی‌کنه. تو جام جهانی 1938 آلمان به شکل تحقیرآمیزی حذف شد و این شکست تبدیل به یکی از بزرگترین شکست‌های تبلیغاتی برای هیتلر شد. اما حتی همین اتفاق هم باعث نشد دیکتاتورها از فوتبال دست بکشن. برعکس فقط یاد گرفتن هوشمندانه‌تر ازش استفاده کنن. بعد جنگ جهانی دوم وارد عصر جنگ سرد میشیم. تو اتحاد جماهیر شوروی فوتبال به یک ابزار ایدئولوژیک برای نمایش قدرت حزب تبدیل شده بود. باشگاهی مثل دینامو مسکو و زسکا مسکو نه فقط تیم‌های ورزشی، بلکه بخشی از ساختار سیاسی کشور بودند. تو مسابقات بین‌المللی پیروزی تیم‌های شوروی به عنوان پیروزی ایدئولوژی کمونیسم بر سرمایه‌داری غربی جشن گرفته می‌شد. تو این دوران فوتبال نه فقط یه بازی، بلکه جبهه جدید برای جنگ سرد بود. در سال 1978 جام جهانی به میزبانی آرژانتین برگزار می‌شد. آرژانتین در اون زمان کشوری بود تحت حکومت دیکتاتوری به اسم رافائل ویدال. فهمیده بودن که یه قهرمانی میتونه خشم مردم رو خاموش کنه. بنابراین اون جام جهانی پر بود از فساد و فشار به بازیکنان. شایعات زیادی درباره تبانی نیز مطرح بود. وقتی آرژانتین جام رو بالای سر برد، استادیوم ها پر از شادی شده بودند. اما تو همون موقع هزاران نفر در زندان‌های این کشور شکنجه می‌شدند. فوتبال در اون زمان در آرژانتین ابزاری بود برای پوشاندن جنایت‌ها و انحراف افکار عمومی. عراق توی دهه 90 میلادی تحت حکومت صدام حسین شاهد یکی از تاریک‌ترین نمونه‌های دخالت سیاست در ورزش بود.
پسر صدام، اودی، رئیس فدراسیون فوتبال عراق بود و به خشونت و شکنجه بازیکنان معروف شده بود. بعد باخت عراق به ایران، یکی از کاپیتان‌های تیم ملی عراق، لعیب خمیس، بعدها اعتراف کرد اودی مجبورشون کرده بود در استخر فاضلاب شنا کنند تا به قول خودش شرم باخت رو بشورن. فوتبال در عراق زمان صدام نه وسیله شادی، بلکه ابزار ترس و کنترل بود. تو جام جهانی 2010 تیم ملی کره شمالی شکست سنگینی رو در برابر پرتغال تجربه کرد. اما رسانه‌ها و تلویزیون کره این نتایج رو به مردم گزارش ندادن، برعکس اعلام کردن که تیم ملیشون قهرمان رقابت‌های جام جهانی شده و در بازی‌های تاریخی بر تیم‌های بزرگ دنیا تونستن پیروز بشن. این نشون میده که چطور فوتبال حتی در عصر اطلاعات میتونه به یک ابزار برای دروغ پردازی و فریب یک ملت تبدیل بشه. تو دنیای امروز فوتبال همچنان همون فساد رو همراه با خودش داره. قطر با میزبانی جام جهانی 2022 نه فقط یک رویداد ورزشی، بلکه یک پروژه عظیم برای شستشوی تصویر سیاسی و اقتصادی خودش اجرا کرد. هزاران کارگر مهاجر در شرایط سخت کار کردند و خیلی از اونها جونشون رو از دست دادن. اما وقتی جام جهانی شروع شد، همه چشم‌ها فقط به زمین فوتبال بود. از روم تا امروزه چیزی تغییر نکرده، فقط شکل نون و سیرک عوض شده. اون زمان مردم رو با نمایش‌های خونین گلادیاتورها سرگرم می‌کردن. امروز با مسابقات فوتبال، دیکتاتورها و دولت‌های فاسد فهمیدن یه چیزی رو: وقتی شکم مردم کمی سیر باشه و ذهنشون با هیجان آدرنالین پر بشه، دیگه کسی به بی‌عدالتی، فساد و فقر فکر نمی‌کنه. مردم به جای فریاد زدن علیه ظلم با هم بحث می‌کنن که کدوم تیم قوی‌تره. و اینجاست که فوتبال به جای یه بازی به یک ابزار کنترل جمعی تبدیل میشه. امروز تو خیابونا مردمی هستن که حتی نون برای سفرهشون ندارن، ولی آخر هفته با هر چیزی که دارن میرن پای تلویزیون یا بلیت میخرن تا تیم مورد علاقهشون رو تشویق کنن. شاید لحظه حس کنن که برنده شدن، ولی در همون لحظه دیکتاتور واقعی پشت پرده رو داره برمی‌داره. حتی تو دنیای مدرن جام جهانی و لیگ‌های بزرگ به یک سلاح نرم برای حکومت‌ها تبدیل شدن. جایی که سیاستمدارا با یک گل، یک برد یا یک جام میتونن میلیون‌ها نفر رو ساکت کنن و حتی کاری کنن که مردم برای کسایی که زندگیشون رو نابود کردن هلهله بکشن. فوتبال میتونه زیبا باشه، یه بازی که مرزها رو میشکنه، ملت‌ها رو به هم نزدیک میکنه و شادی واقعی میاره، اما همزمان میتونه خطرناکترین نمایش دنیا هم باشه. نمایشی که وقتی سوت داور زده میشه، صدای گلوله‌ها فقر و ظلم رو خاموش میکنه. حالا وقتشه که یه سوال سخت از خودمون بپرسیم: آیا ما هنوز داریم فوتبال رو فقط به چشم یک بازی میبینیم، یا شاید بدون اینکه بفهمیم بخشی از یه سناریوی خیلی بزرگتر شدیم؟ سناریویی که در اون ما فقط تماشاگر نیستیم، بلکه خودمون هم بازیچه ایم. خیلی ممنون از اینکه ویدیوی ما رو تماشا کردین. برای حمایت از ما و البته دیدن ویدیوهای بیشتر حتما کانال رو سابسکرایب کنید. تا دیداری دیگر، بدرود.